سلام دوستان، خوش اومده به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با زیباترین زنهای خارجی آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. مارگو رابی، بازیگر و تهیه کننده سینمایی استرالیایی، متولد 2 جولای 1990. 2017 در مجله تام در فهرست 100 فرد تاثیرگذار جهان قرار گرفته. فیلم بازیگریش از سال 2007. فیلم آیسیو. جنیفر شریدر لارنس، بازیگر تهیه کننده آمریکایی، متولد 15 اوت 1990 در کنتاکیه. اول نقشش بزرگ شهر در سریال بیگ انگوال بوده. او در سن 23 سالگی جوانترین بازیگری بود که بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده. اسکارلت جوهانسون، متولد 22 نوامبر 1984، بازیگر، خواننده، مدل و تهیه کننده آمریکایی. اول نقشش در سال 1994 در بازی در فیلم شمال بوده. ناتالی پورتمن، متولد 9 ژوئن 1908 در بیت المقدس و در یک خانواده یهودی به دنیا آمد. او از سن 11 سالگی به صورت حرفه‌ای وارد سینما شده. او برنده جایزه اسکار در فیلم قوی سیاه شده. آنجلینا جولی، متولد 4 ژوئن 1975 در لس آنجلس آمریکاست. جدیش بوده. یک بار موفق به دریافت جایزه اسکار، 3 بار دریافت جایزه گلدن گلوب، 2 بار دریافت جایزه اتحادیه بازیگران شده. آن هاتاوی، بازیگر آمریکایی، متولد 12 نوامبر 1982 در نیویورک. درخشان‌ترین فیلم‌های او: نویسنده، جینشو، چه ازدواج میکنه، آلیس در سرزمین عجایب و شباهت تاریکی برمیخیزد. او برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن، جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن به خاطر بازی در بینوایان شده. اما واتسون، بازیگر مدل بریتانیایی. اما شارلوت واتسون، بازیگر و مدل بریتانیایی که او را از کودکی در نقش هرمیون در مجموعه فیلم‌های هری پاتر میشناسید. متولد 15 آوریل 1990 در پاریس. در 9 سالگی برای بازی در نقش هرمیون انتخاب شد. آرونوفسکی در سال 2010 و زنان کوچک در سال 2019 از آثار مهم اوست. متولد 25 47 در لندن، در اسکاتلندی و مادرش ایرانیه. بعد از که پدرش آنها رو ترک کرده به همراه مادرش به آمریکا مهاجرت کرده. هیلی استانفیلد، بازیگر و خواننده آمریکایی، متولد 11 دسامبر 1296 در محله تارزانا در شهر لس آنجلس. او بازیگری را از کودکی شروع کرده. او از سن 8 سالگی بازی در فیلم‌های کوتاه شروع کرده. در سال 2010 زمانی که 14 سال داشت در فیلم شجاعت واقعی حضور پیدا کرد. به خاطر بازی زیبا و کاملی که در این فیلم انجام داد، زده دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. الکساندر داداریو، متولد 16 مارس 86، بازیگر و مدل آمریکایی، شهر نیویورک سیتی به دنیا آمده. خانواده او اصالت ایرلندی، انگلیسی و چکسلواکی دارند. او از سن 11 سالگی وارد دنیای بازیگری شده. در سال 2016 رتبه 1 را در بین 100 زن زیبا جهان در لیست جهانی به WC به دست آورد. بچه‌ها مرسی تا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. شما هم نظرتون رو اعلام کنید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.